سلام دوستان، با شما تجویز. امروز در برنامه ما با شما اوید بیزنسی خوراک های تیز تیار و یا فست فود برنامه آماده کردیم. این نوار را با ما از شهر ولادیوستوک یکی از تماشابینان ما اسلامیدین فرستاد. این کافه خوردکک در درون بازار سپارتیمنی جایگیر شده است. خیلی شینم و غذاهای خوش‌طعم حلال دارد. شما نیز می توانید در شهر خود در درون بازارها این گونه مکانی زیبا درآمد دهنده سازید. زیرا بازارها جایی می باشند که در آنجا همه وقت میزاجان سرشمار دریافت کردن ممکن است. شما می توانید استحصال پیتزا، ساندویچ، سمبوسه، شیرینی ها، کلچقند ها، این فروش نوشاکی های گوناگون را براه مانید. خلاص گپا کم کن، کار سر کن. جناب جگ مرحمت. برای تشکیل این بیزنس به ما لازم می شود تندور سویتی برای استحصال سمبوسه تنوری 15,000 روبل، پیچکا برای پیتزا و پیچنیو 18,000 روبل، میاساروبکا 7,000 روبل، ماشینا برای آماده نمودن خمیر 9,000 روبل، میکرووالنووا پیچ 3,000 روبل، چبورечница 24,000 روبل، کافی ماشینا 20,000 روبل، холодильник витрина 40,000 روبل، холодильник морозильник 25,000 روبل، стол стул мебель 35,000 روبل، برای تعمیر نقطه 50,000 روبل، посуда و اینتریرها 15,000 روبل. در مجموع 261,000 روبل مبلغ طلب میکند. شما می توانید از واسطه های کهنه شده استفاده برید و یا به اجاره گیرید که در نتیجه خرجات شما چند مراتب کم می شود. خراجات ها برای یک ماه: برای اجاره 20,000 روبل، مزد معاش کارگران 60,000 روبل، خرید اشیاء خام و واسطه های گردان 100,000 روبل، نالوگ 10,000 روبل، قوه برق و دیگر خراجات ها 10,000 روبل، برای رکلام 5,000 روبل. در مجموع خراجات ها با 205,000 روبل برابر می شود. درآمد برای یک ماه: ارزش میانه چک 150 روبل، شماره میزاجان در یک روز 150 نفر، درآمد در دوام روز 22,500 روبل، در یک ماه 675,000 روبل و فایده صاف با 470,000 روبل برابر می شود. ولی فایده در هر جا هر گونه می باشد، زیرا در تاجیکستان ارزش میانه چک شاید 10 سومانی باشد، پس فایده یک مرتبه کم می شود. این خراجات و مرج را نیز به نوبت گرفت، زیرا از آنها درآمدناکی بیزنس شما وابستگی کلان دارد. این بود معلومات مختصر اوید بیزنسی فست فود در بازارها. اگر شما میخواهید که ما درباره بیزنسی در شهر شما بوده معلومات دهیم و ما نواری آن را فرستید، ما ویدیوی جالب آماده کرده به مردم تاجیک پیشنهاد میکنیم. اگر برنامه به شما پسند آمده باشد به شبکه ابونه شوید، لایک را زیر کنید، این ویدیو را به دوستان رسانید، خصیصی نکنید شاید آنها جای کار خود را مییابند و تاجیکستان آباد می شود. هر عمل شما ما را روح و الهام تازه می بخشد و بیشتر غایه های جالب را پیشنهاد می نماییم. با شما بود دلیر طاهری در تاج بیز بمانید.